با سلام و ارادت خدمت همراهان عزیز. این سرگذشتی این گردو رو بگم براتون که 10 سال یه دونه گردو نمیداد، تا اینکه من میخواستم ببرمش به خاطر این بنجامین بهش میگن، زیرش ببینی سایه شده، برای این میخواستم بکنمش بندازمش و چون یه گردو نداد. روزی از همه تحقیق میکردم که من یه گردو دارم، کلاغم کاشته، گردو نمیداد، من چی کار کنم؟ خلاصه یکی میگفت نریس، یکی میگفت بکن بنداز اونور، فایده نداره. خلاصه سرتون رو درد نیارم. یه پیرمردی یه موقع ما بهش رسیدیم، گفتیم آره حاجی تو که کشاورزی، ما گردو داریم 10 ساله یه دونه هم نمیده، چی کار کنی؟ گفت خودت کاشتی؟ گفتم نه، کلاغ کاشته. گفت بهترین گردو رو کلاغ انتخاب میکنه و میکاردش و برو یه چاقو بردار ببر پا درخت، شروع کن پوستش کارت زدن. گفتم یعنی چه؟ گفت چاقو رو ببر پوستش کارت بزن تا بترسد ازت و گردو بده. گفتم حاج آقا شوخی میکنی؟ گفت نه به خدا، حرفی که میزنم و برو انجام بده تا نتیجه بگیری. آقا اومدم و همین کاره کردن، شروع کردن به چاقو زدن. ببینی دیگه هم یه بار این کاره کردم و آقا خلاصه سالی بعد شروع کرد به 1000 تا گردو دادن و 2000 تا و 3000 تا و ماشاءالله تماما 3 قلوب و 2 قلوبه، تکا توک دونه داره ولی همه 3 قلوبه. اینا گفتم برای تجربه بدون که تو زندگیتون عجول نباشین. اگر چیزی از کشاورزی میدونین برای من تو زیر اینجا کامنت کنین، من خیلی علاقه دارم به کشاورزی. ممنونم، انشالله که هر کجا هستین سلامت و تندرست باشین. گفتم سرگذشت این گردو براتون بگم، خیلی جالب بود. ببینین چقدر فرم درخت خوشگله، ببینین انگارا بستش کرده، انگار به قول معروف چسبوندن بهش. نگاه کنی. ممنونم که ما رو دنبال میکنید.